موسی خان رضایی جوان از نسل آتش و بارود برخاسته تا موتر ساخته خودش را با شعار صلح‌خواهی در جاده‌های شهر غزنه در حرکت آورد. مستری موسی خان بیشتر از 3 ماه عرق ریخته است تا موتری را با استفاده از پرزجات سایر وسایل نقلیه و برخی ماشین‌آلات بسازد و این ابتکارش را در فضای جنگ و سیه روزی کشور به نمایش بگذارد. این موتر با واسطه انرژی برق آفتابی حرکت می کند و در صورت نبود آفتاب می تواند با استفاده از بطری 12 ولت 126 امپیر 100 کیلومتر راه را بپیماید. منبعش انرژی آفتابی است. روزانه که آفتاب باشه از آفتاب استفاده میکنه. وقتی آفتاب نبود مثل امروز کبری است، برقش اتومات به می سیستم ذخیره‌گاهی تبدیل میشه. اگر آفتاب نباشه چند کیلومتر راه میتونه؟ اگر آفتاب نباشه بستگی داره به نوعیت بطری که کارگزاری میشه در خود موتر. فعلا بطری 12 ولت 26 امپیر است که می با بطری 12 ولت 26 امپیر 100 کیلومتر را ما میتونیم طی کنیم. پوشش بیرونی این موتر با شعارهای ما صلح می‌خواهیم مزین شده است و آقای رضایی میگوید که با ساخت این موتر می‌خواهد چهره نوین افغانستان را به مردم نمایش دهد. وی از طرف‌های درگیر جنگ می‌خواهد تا زمینه برقراری صلح و ثبات را برای مردم افغانستان مساعد سازند. ما شخصا یک مستری هستم ولی با دل و جان پیام خود به تمام جهان میرسانیم که ما صلح می‌خواهیم. به این خاطر نوشته کردیم شعار با امید روزی که صلح در افغانستان. این موتر به شکل یک موتر جیپ ساخته شده است و تمامی سهولت‌های یک موتر تیزرفتار را دارد و با برق‌های شهری نیز شارژ می‌شود. سازنده این موتر میگوید که در حدود 300,000 افغانی را روی ساخت این موتر هزینه کرده است و در صورتی که موترهای بعدی ساخته شود احتمالاً مصارف کمتر از این را برخواهند داشت. محمد علی رضایی پدر این جوان که در ساخت این موتر با پسرش همکاری داشته از دولت و نهادهای مسئول خواهان حمایت است و میگوید که اگر از آنان حمایت‌های معنوی و مادی صورت گیرد ابتکارات خوبتر دیگر نیز خواهند داشت. برنامه بعدی مو اگر خدا بخواهم همکاری دولت یا مثلا کدام ارگان قضمو همکاری کنه مو پلانا داره که مثلا انکشاف دی همه چیز از یارا تولید کنی. یک چیزی که مثلا در 10,000 از خارج خریده میشه مو میخوایی در 5,000 اینجی تقدیم مردم کنی. ساخت این موتر در ولایت غزنی با استقبال گرم مسئولین حکومتی و مردم این ولایت روبرو شده است. این موتر طی محفل در شهرک نوآباد شهر غزنی رونمایی شد. ساکنان این ساحه و شمار از باشندگان غزنی در این محفل حضور یافتند تا موتر را از نزدیک ببینند و برای سازنده آن شادباش بگویند.